خودشون میره یا کار نکرده دو کار کرده بخشش پول برای میکنه انا برای همین از آن بیچاره جو باشه خودشون کار میکنه پرابلم خودشون خودشون با ایجاب نسبت فرزندویا پرابلم است که بی پدر کامل میشن مثلا که ولی ایگوته کهشون پدرشون چند سال نمیبینن انا برای همین چند خیلی تاثیر دارد مثلا تاثیرش اگر مبلغ بیاید زن اویله خود رو پوره میگرداند ولی وقتی که شوهر 2 سال نمیآید اینکه پول نمیفرستد به اویله ضرری کلان میرسد هم به فرزندان هم به زنها تاثیری منفی میرساند سلامتی زن به نسبت سلامتی زن این خیلی 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 دشواره که مثلا طبیعتا زن مرد باید یکجا باشن مردکا میتونن خودشون دوجا وای کرده خیلی مثلا خورسان چی کرده زنک نمیتونن انم عصب دور میشن با عالمی ایمنم عالمی زندگیشون فرزندشون میگیرن و او رو میزده حق قرار میکنه برای می بسیار فرزندان ما مهر محبت پدر و مادر ندیدن خوش رو ندیدن وقتی که امین دیگر شهر رو بکی رفتن و یا مهر و محبت کنده میشد فرزندو مهرشون تمام نیست میشد زندگی مشکل میشد برای این زنی که در اینجا ایستادگی و بسیار عذاب میکشد عذابی زندگی به پدری بسیار مشکل شوهر من قد خودم برای که من برای چی نمانده خود زندگی وزبین باشدم چیده نمانده که برای که 2 دختر دارم نمیخوام که دخترم به پدر کلان نشم برای من نمانده